مکتب، لیسه و گیمنازیا در یک جایی است. 20 کامپیوتر گرفتن. لیسه نسبت به مکتب 12 کامپیوتر و گیمنازیا نسبت به لیسه 3 کامپیوتر بیشتر گرفتن. لیسه چند کامپیوتر گرفت؟ یعنی سه وای داریم. سه نمون مکتب گویم. مکتب، لیسه و گیمنازیا. هر یک تنها چند تا گرفتیم نمیدونیم. همون رو یافتم حرکت میکنیم. یکم چی میگه؟ لیسه نسبت به مکتب 12 کامپیوتر. نسبت به مکتب گفتگی بیاین خواهیم مکتب رو ما نمیدونم x بیان چون که نمیدونم. یکی میدونم که لیسه نسبت چند 12 تا بیشتر گرفت، یعنی جمعی 12 نسبت به مکتب. و دویم چی میگه؟ گیمنازیا نسبت به لیسه. گیمنازیا نسبت به 3 کامپیوتر بیشتر گرفت، یعنی لیسه x جمعی 12 تا گرفت، 3 تا بیشتر گرفته باشه گیمنازیا x جمعی 15 گرفتگیه. و در عموم اینها 120 رو تشکیل میکنن. لیسه یعنی چند کامپیوتر گرفت. شکل که از میبینه مدل به وجود آمد، یعنی مدل موچک به وجود آمد x سومی همشون 120 باید باشن. x جمعی 12 و x جمعی 15 برابر 120. در اینجا میبینه 3x هست جمعی 27 برابر 120. 27 رو به طرف راست میگیریم و این به 93 برابر میشود. و از اینجا 93 رو به 3 تقسیم کنیم چی میشود؟ 31. یعنی از اینجا جواب چی معلوم میشود؟ مکتب 31 تا گرفت، لیسه 12 تا بیشتر باشد 43 تا گرفت و گیمنازیا 46 تا گرفت. و در عموم اینها چند میشود؟ 120. از ما چی میپرسن؟ لیسه رو میپرسن. لیسه 43 تا گرفت. مکتب 31 تا در اینجا جواب است و 46 تا هم در اینجا جواب است. یعنی جواب درستی ما ب میشود.